дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. کاری مهاجران رو در یک چند ساحه‌ها محدود می‌کنند. در کجا و در کدام ساحه‌ها؟ مدیر امانت بانک خودکشی کارمندش در جای کار را شرح داد. به بانک ربط ندارد. خواست از تلفن آهنگ نوش را نشان دهد. چرا دمیربگ از گردش غافل ماند؟ توقیف قراری را امضا کرد که نظربایف را از راهبری یکمری محروم می‌کند. گلبدین حکمتیار یکی از چهره‌های ضد مسعود به ایران رفت. با شرح بیشترین خبر و رویدادها با شما هستم. مرتبه رحمان و سلام. در ولایت کالوگا کاری مهاجران را در ساحه سودا و خوراک عمومی محدود می‌کنند. در این باره گوبرناتور سوبئکت فدراسیای روسیه خبر داده است: ما محدودیت سرتاسری جاری نمی‌کنیم. ما شماره کوتاها را تنها به درجه کم می‌کنیم که آن جای‌های خالی که از جانب ساکنان محلی پر کرده نشدند به مهاجران دهیم، گفت رئیس ولایت کالوگا. با گفته او سال گذشته چنین رخ داد که شماره بیشتری مهاجران نسبت به طلبات به کشور وارد شدند. ما باید این روند را زیر نظارت گرفته آن را قطع کنیم، شرح داد شبشه. قبلا گوبرناتور در صفحه تلگرامی خود نوشت که مسئله مهاجران در ولایت کالوگا امروز شدیدترین باقی میماند. در برابر این وظیفه مقامات ولایت از آن عبارت است که وضعیت را از نو زیر نظارت گیرند. با این مناسبت شبشه وعده داد که در وقت‌های نزدیک چاره‌های ضروری می‌بیند. از این رو او گفت که کار شهروندان خارجی در ساحه خوراکواری، نقلیات و سودای چکنه محدود کرده شود. همین گونه با گفته او شماره پتنت‌ها را به طور قابل ملاحظه محدود کردن لازم. سال گذشته در ولایت تیومین کاری مهاجران در نقلیات جمعیتی و تاکسی منع شده بود. یادآور می‌شویم که سال 2020 بر اثر پاندمی شهروندان خارجی که در روسیه کار می‌کردند به طور عمومی به وطنشان بازگشتند، اما سال 2021 جریان مهاجرت کاری باز افزایش یافت. همین طریق در سال 2021 افزایش رکوردی جریان مهاجران در ولایت نوسیبیرسک به قید گرفته شده است. از 967 نفر به 9690 نفر رسیده است. در همین حال گفته می‌شود که حدود 97% کلیه مهمانان به کار شهروندان کشورهای آسیای مرکزی میباشند. سیروجدین اکرامی رئیس بازرسی دولتی اتومبیلی امانت بانک خودکشی غیاث‌الدین ایوبزاده کارمند سابق بانک زیرتابیش در ناحیه عینی را شرح داد. او ضمن نشست خبریش گفت خودکشی ایوبزاده مربوط به کارش در بانک نیست. نام برده گفت مواد را پورا بررسی کردند و اودیتشان نیز در منطقه و از راز سنجیده مواد را به پرکراتوری ناحیه عینی سپاریدند. با گفته او حال تفتیشات ادامه دارد و پرکراتوری ولایتی نیز از این کار آگاه است. یادآور می‌شویم غیاث‌الدین ایوبزاده روز 4 اکتبر در جای کارش خود را به دار آویخت. بنا به اطلاع منابع، مقامات حفظ حقوق در پی تحقیق خودکشی کارمند امانت بانک در روی میز کاری و نوشتجات عبارت از 6-7 صفحه‌ای دریافت نمودند که ایوبزاده پیش از به دار کشیدنش آن را نوشته است. با گفته منابع از امانت بانک در آن نوشتجات غیاث‌الدین درباره معاملات پولی از جمله داد و گرفت بیش از 140,000 سومانی با چند از ساکنان دهات عینی گفته است. او همگی 27 سال داشت و چند سالی اخیر من حیث سرداری یک نقطه خدمت رسانی امانت بانک در ریود عینی فعالیت میکرد. این نقطه بانک اساساً برای پرداخت پول نفقه ساکنان دهه تشکیل شده بوده است. خانواده ایوبزاده از نفران زیوی دهه عینی محسوب شده پدر و مادرش هر دو معلم میباشند. علت دست به خودکشی زدن غیاث‌الدین تا حال برای اهل خانواده‌اش معماست و تحقیق حادثه تاکنون نهایی نشده است. در حالی که مقامات امور داخلی تاجیکستان میگویند فعلا تحقیق صدمه مرگباری آوازخوان دمیربگ علیموف ادامه دارد، برخی در شبکه‌های اجتماعی فرضیه‌های سرزدن فاجعه را بیان داشتند. مسعود اکیل و فعال جامعه شهروندی از شهر خوجند ظاهراً از قبل شاهدان عینی آن صدمه مدهش صحبت میکرد. برخی آوازها را در مورد سرخوشی دمیربگ رد نمود. اکیل و نوشته است که آن روز سه هنرمند در ماشین سرگرم صحبت در راه بودند و کنسرت در نقشه داشته را بررسی مینمودند. رسما این اطلاع هنوز تایید نشده است.
مقامات امور داخلی تاجیکستان تنها اطلاع دادند که حادثه 5 فوریه سال 2022 تخمینا ساعت 1 شب سر زده است. با اطلاع منبع راننده автомашин امیربек اولимов ساکن شهر خوجند هنگام حرکت در راه ماشینگرد خوجند سامغر به خطر حرکت راه را تامین کرده نتوانسته دچار صدمه شده است. تاکید می شود که آغازخوان شناخته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. مقامات میگویند فعلا تحقیق این حادثه ادامه دارد. رئیس جمهوری قزاقستان قاسم جمارت توقیف تغییرات و الوه‌های به قانونگذاری‌ها را امضا کرد که بر اساس آن رئیس جمهوری نخستین قزاقستان نورسلطان نظربایف از راهبری یکمری اسامبله مردمی قزاقستان و شورای امنیت محروم می شود. همچنین این قرار ضرورت موافقت کردن سمت‌های اساسی سیاست خارجی و داخلی با نظربایف را بیکار می کند. چنین معیارها در لایحه قانون کنستیتوسیونی قزاقستان درباره وارد نمودن تغییر و الوه‌ها به بعضی قانون‌های کنستیتوسیونی جمهوری قزاقستان پیش بینی شدند. در تحریر نوی قانون وظیفه راهبری اسامبله مردمی قزاقستان و شورای امنیت بر رئیس جمهوری فعلی قزاقستان قاسم جمارت توقیف واگذار شد. قانون درباره شورای امنیت جمهوری قزاقستان از حقوق یکمری نظربایف در ریاست شورای امنیت و همچنین حقوق تنظیم فعالیت دستگاه شورای امنیت را استثنا کرده است. در برابر این نظربایف حقوق سخنرانی در نزد پارلمان و پالاتاهای آن در جلسه‌های حکومت هنگام بررسی مسائل‌های برای کشور مهم و عضویت در شورای کنستیتوسیونی جمهوری را حفظ کرده است. رسانه‌های افغانستان از سفر گلبدین حکمتیار راهبری حزب اسلامی برای ملاقات با مقامات ایران به تهران رفتن او را خبر می‌دهند. دفتر مطبوعاتی حکمتیار نیز این خبر را تایید کرده گفته است که او برای همیشه نرفته است و برمیگردد. وزارت امور خارجه ایران نیز سفر او را به تهران رسما تایید کرد. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در رابطه با سفر گلبدین حکمتیار به تهران گفت سفر چهره‌های افغان به ایران نو نیست و تهران پیوسته میزبان چهره‌های مختلف افغان است. او گفته است که ما همچنان پایگاهی برای مذاکرات بین افغان‌ها خواهیم بود. اما درباره باکی دیدار کردن حکمتیار که از جانبداران سرخط طالبان است تاکنون دقیق نیست. اما کارشناسان حدس میزنند که او از نام طالبان رفته است تا با مقام‌های ایرانی درباره وضع سیاسی افغانستان که با فرارسی بهار دشوار پیشگویی می‌شود ملاقات کند تا جبهه مقاومت را دیگر باره به میز مذاکرات نشانند. گلبدین حکمتیار از چهره‌های ضد تاجیکانی در افغانستان است. او قبلا نیز با پشتیبانی از پاکستان ضد احمدشاه مسعود راهبری مقاومت اول و حکومت استاد برهان‌الدین ربانی می‌جنگید. او بعد از سقوط قبلی کابل به تاجیکستان فرار کرد و بعداً با کمک دوشنبه به تهران رفت. اخیراً سروزیر پاکستان عمران خان نیز اقرار شد که حکمتیار در مبارزه‌ها بر ضد مسعود از پاکستان دستگیری می‌یافت. جبهه مقاومت ملی افغانستان پس از سقوط حکومت قبلی افغانستان در تاریخ 15 آگوست در ولایت پنجشیر تحت راهبری احمد مسعود فرزند قهرمان ملی احمدشاه مسعود اعلان موجودیت کرد. تاکنون این یگانه نیرویی است که در داخل افغانستان بر ضد طالبان مبارزه می‌برد. در همین جا رسیدیم به فرجام برنامه اطلاعاتی خبر. تا برنامه‌های دیگر تنسیت و پیروز باشید. خیر. برنامه اطلاعاتی خبر از رویدادهای تاجیکستان، منطقه و جهان آگاه باش.